در خانه شما چی تخریب شده؟ کمی معلومات اگر پیش کنین. در خانه ما خو هیچ چیز نمانده. هیچ چیز نمانده. خو بین خانه است. خانه است. تو هیچ نه جای ای قالینا ای اتاقا ای زندگی. لیکن یک چیز بهتون گفتم میتونم که هیچ آفت نیست یک مسلمان میه که بدل از الله باشن اجر نمیده. السلام علیکم. این نام منطقه چیست؟ قلیب مدیار. خوب قلیب مدیار بسیار خوب. مردم همه چیز دیده میتونن. سبحان الله. و من جالب است که اینا گفتن که دروازه اون طرف خانه باز میشه لیکن ایران بیرون باز کردن و حجم آب قالینشون بیرون است، باغایشون مکمل سبحان الله از بین رفته. ببینید که بسیار انسان خفه میشه و این جالب چیز که در تاریخ اولین دفعه است و به این حد یعنی این نبوده که اینا خانهشون غلط جور کردن، نه خانهشون درست جور کردن لیکن هیچ وقت کار همش نشده. سبحان الله. در خانه شما چی تخریب شده؟ کمی معلومات اگر پیش کنین. در خانه ما سلام علیکم. خوش آمدید. و علیکم سلام. تشکر. در خانه ما خو هیچ چیز نمانده. هیچ چیز نمانده. از چی گرفته؟ مال، مواشی، حیوانات، فرض کو خوراکی خود ما، خود خانه کاملا تخریب شده. قسمی که شما می‌بینید یعنی قالین تان سرک است. قالین سرک جاره که ببینید کلش تمام ریزی. همون قالین از اتاق کشیده سرک برده. داخل اتاق هم براتون بین داخل اتاق. سبحان الله سبحان الله. ببین فامیل تان کجا انتقال داده نه؟ اینو ببینید. فامیل اینجا در خیمه خو بین خانه است. اینو ببینید. بین خانه است. این قالینا را از بین این خانه کشیدیم. خو این قالینا را؟ این قالینای خانه است. تو هیچ نه جای نمیتونم دوست. نه توشک و سبحان الله. هیچ چیز هم نمانده. تمام دار و نداره که در خانه بود تمامش. تانوز امرتون کدام وعده کمک یا کسی کمک کرده یا که تو کمک های ابتدایی شده مثلا یک تا دو تا کمپل کدام تا فرچ پلاستیکی و می بود. یعنی اینطوری چیز نبوده که مشکلاتون حل کنه. تو یک چیز نبوده که مشکل کاملا حل میکرده. نه به خاطر حالا ما خود گفتیم از یک دانه قوطی گوگرد که ما ضرورت داریم تا منهایی ایچی خانه را ضرورت خانه میبینیم. ما امیر بامره اولوسال صحبت کردم گفتم که با ما لیست نشان بدین خانه که تخریب شده به خاطر که ما نمیخوایم فقط مواد خوراکی بهتون بدیم بگیم خداحافظ ما رفتیم. نه ما میخوایم مشکلات اصلیتون حل کنیم. اگه خانه تخریب باشه چیز دیگه ان شاء الله از اون لیست میگیریم. امروز ما یک برادر آمد خانه شما نشان داد و مطمئن هستم به خاطر که شمال فعلا ضرورت دارین که زندگیتون پس شروع کنین. ای قالینا ای اتاقا ای زندگی. لیکن یک چیز بهتون گفتم میتونم که هیچ آفت نیست یک مسلمان میه که بدل از الله باشن اجر نمیده و دی آفت شما باید صبر کنین. شما در امتحان هستین شما صبر کنین. ما در امتحان هستیم که به حیث یک مسلمان به همراه برادر ما این آفت شده ما چی میکنیم؟ آیا میریم پرسانش میکنیم مشکلش حل میکنیم و میشیم در خانه خود ما و آرام هیچ قصیش نمیشیم. ان شاء الله ما در امتحان هستیم و خدا کنه که امتحان به ما آسان شود و ان شاء الله مطمئن هستم که یک چیز به نه خوش میگیم وظیفه ماست. وظیفه اسلامی ماست. امت یک اندام موریس اندام یک انسان درد کنه من به دکتر میره و شما بخش امت هستین. ان شاء الله ما حتما سروی میکنیم و باز حتما برادر که همراه ما اومده نامتون به اونا بدین که در لیست شما رو با اضافه کنه ان شاء الله. دوستان دمیجا امیالی ساز شده نمیتونیم. خب کل ما امیال در حالت گنگزدار هستم به خاطر که دیگه حیوانات زیر خاک است و این بیچاره تناست مکمل. یعنی فکر کو که یک انسان چقدر کده میتونه و چقدر برده میتونه. ما از برادرها خواهش میکنم هر کس که ویدیو میبینن اگه طرفا میتونن بین خصوصا به قسم مشکلات بیاین چندین نفر یک جایشون که اینا رو کمک کنیم و همچنین کسایی که مثلا مالی کمک میکنن یک قسم تحفه
هر چی وستان میشه به یک خانواده میتونن کسی یک اتاق تک بگیره در گردن ما جور میکنم، کسی چیز دیگه در گردن بگیره. به خاطر اینکه برادر فکر نکنم که بدون کمک ما بتونه پس خانه خود جور کنه. و ایده مدرسه هم بود ماشاءالله، مردم کتاب الله سبحانه و تعالی میخواندن، قرآن میخواندن، دیجا تدریس میشد و همه چیز در این حالت است. اگر شما میخواین پس همه چیز جور شوه و زندگیش پس شروع کنه، به می خاطر خداوند از هر چه طرف الله سایه. امین. بله بله. خانه بار که سال هنوز پوره شده، هنوز هم حساب سبحان الله. یعنی یه سفید خانه کلاش رفته، اون خانه برای گوسفندا بود، زیر خانه شده، اون خانه زیر 6 تا دیگه سر 6 تا، اون خانه کل هوا است، یعنی کل دیگه. یعنی این خانه قدر پر نبود پیش، نه خاطر که درازیش تا وجه درازیش نیم پر است. اون خانه دیوار 6. سبحان الله. ای به نظر خودت چند مقدار پیسه باشه که خانه پاس جور کرده میتونی؟ والا دیگه انجینر محترم دیگه خود دیگه خیلی پیسه مال کرده دیگه رقم موجود کنه والا دیگه 20 همین تقریبا همین چیزایش پاک کنی و دقیقاً جور کنی پس قابل زندگی باشه. قابل زندگی خود دیگه نیست، انجینر سه کلش مکمل شکست داد. کل شکست کرد دیگه، این قابل زندگی به هیچ بالقطع نیست. سبحان الله. فقط یک خیمه مدادن زیر خیمه زندگی میکنه که دزو بارون کداد نام نامزار زرزو فرش نکنیم دسر زو تفلکا و خودم مریض هم این چیز دارم. روماتیسم داری؟ روماتیسم دارم. سبحان الله. شاید موی سبا که تا صبح خدا شاهد است که زنده سبا میکنم. دیگه این خانه زندگی ما کلش مکمل از بین رفت دیگه هیچ چیز نمی‌جانش نمی‌دونم. این خانه کل شکست کرد این خانه. سبحان الله. پشت سرشون سید متنی اونور می‌بینن کل. ما فقط با کسایی که ویدیو رو می‌بینن و به شما میگم که ما پلان داریم ان شاء الله خانه کسایی که خانهشون تخریب شده که پس بهشون خانه جور کنیم و مطمئنم دیگه نهاده اومدن کمک خوراکی رو بهتون آوردن یا چیز دیگه، لیکن کار بنیادی باید شود. به خاطر شما نمیتونید کل زندگیتون در خیمه تیر کنین، شما نمیتونید اوج اولادتون کلان کنین، زندگی پس باید شروع شود و زندگی بدون خانه شروع نمیشه. ما پلان داریم ان شاء الله کمی لیستایی که تکمیل شد به ما داده شد به خیر با کمکای کل برادرای خور عزیز ما شروع میکنیم خانه جور کردن و ان شاء الله یک چیز بتون شد به خاطر که در این حالت هیچ چیز نمیشه و این شما این از این مشکل تنام بیرون شدن نمیتونین. فکر کو که در خانه تا اینجا او باشه، ها فکر کو تا اینجا او باشه، این خودش میبینی نشانی او است. این کمی داخل شما میبینی کلش خاکپر است، یعنی کلش گلپر است و این خانه درس کرده و دیوار رو ببینید درس کرده و خدا ناصر یک زلزله خردتر باشه این میتونه که پس شما بشینه. یعنی واقعا این خانه قابل زندگی نیست و ان شاء الله اینا به دوباره خانه داده شوند که زندگیشون شروع کنن. امروز این مصیبت سرزیناست، فردا این مصیبت میتونه سر ما شود و اگر امروز ما اینا رو کمک نکنیم فردا باز از کی تقاضا داشته باشیم که ما رو کمک کنه. جزاک الله خیر. به شما صبر عظیم میخوایم و ان شاء الله ما انتظار لیست میکنیم که لیست به ما رسید بخیر ما کار خود شروع میکنیم. باز خداوند تعالی شما جزاک الله خیر. جزاک الله خیر. ما راست بگم ما فکر نمیکردم که تخریب کرده باشن، یعنی اصطلاح فکر کردم شاید یک دو سه تا خانه شاید یک چیز چپا شده، لیکن به این حالت او ببینه یو خبر از او کوم چې ما دومره فکر نو کړی چې دا کورونه به یعنی دومره ورانه بشوي چې شرط هم دومره فکر مې نو کړی چې هر کور ته زم هر یو پټی ګورم هر یو باغ ګورم یو حالت کې سړی ګوري چې بیخي یعنی سړی ډېر خفه کېږي او دا په شکم بیچاره د دې کور هر څه هغه دي وړه وریجې یعنی دا کور نه یو نور د دوباره ژوند کولو نه دي دومره ورته ویلی شم چې دا یو کور هم دوباره ژوند کولو نه دی. دا زمونږ اسلامي او شرعي او ملي وظیفه ده چې د ورونو خویندو بیرته کورونه جوړ کړو. نو زه بیا په ټولو ورونو باندې اواز کوم چې موږ بودیجه انتخاب کړې ده چې $2,500 موږ یو کور ته ورکړو. دا مو ته پلان کړی دی انشاءالله. نو اوس په دې کې ته څومره کوې 15 کسان سره یو ځای شي دا پیسې پوره کولی شي 15 یو ځای شي 25 یو ځای شي هر یو سلسل ورکړي دا پیسې پوره کړي دومره زیات نه دي. زه په خپله په جرمني کې ژوند کوم 100 یورو چې دي ته به ځان ته یو دفعه سودا واخلې لاړ بشي 15 کسه لاړ شي رستورانټ ډوډۍ وخوري 100 روم کېږي لیکن دلته یې کرولېږي د خلکو ژوند بدلېدی شي پې د جیم فیس یې څومره دی همداسې نور شیان حساب کا په یو دفعه موټر کې تیل چې 100 یورو کېږي لیکن د دې ژوند بیرته شروع کېږي. ورونو خویندو هر څه چې مو وس کېږي انشاءالله دوی سره باید کومک وشي
زما په فکر باندې د الله د کومک نه بغیر زمونږ کومک نه بغیر دا خلک خپل ژوند بیرته نه شروع کولی ځکه دوی صفر نه شروع کوي صفر نه شروع کول بیرته سخته دی ځکه دوی په دوبۍ کې بلډینګونه نه لري چې دانه پکې خرڅ کړي ته ځان جوړ کړي دا محتاج دي او موږ باید سره کومک کوو انشاءالله نو لاندې لینکونه شته د سکرین کې نمبر ښکاري هر یو چې مو وس کېږي خپل وس مطابق کومک کوئ انشاءالله الله به ستاسو مشکلات حل کړي